ناخونگیر، موچین، تیزی، ریزی، تنباکو، توتون، الکل، سرگل، دلار، یورو، طلا، نقره. چی داری شما؟ بردنش تو هواپیما ممنوعه. در جریانید که؟ والا چیز خاصی ندارم، فقط یه سنگ پا همراهم دارم که اونم مصرف شخصیه، رفتم اونور خب لازم میشه دیگه. نه دیگه مصرف شخصی نیست. سنگ پا صنایع دستی ملی محسوب میشه و خروجش غیر قانونیه. قربونت برم. شما برگرد عقب، جنسو در بیار، بذار تو اون سبده، دوباره برو تو صف. آقا برو خواهش میکنم. برو بعدی. ناخونگیر، موچین، تیزی، ریزی، تنباکو، توتون، الکل، سرگل، دلار، یورو، طلا، نقره. چی داری شما؟ بردنش تو هواپیما ممنوعه. در جریانید که؟ نه آقا چیزی ندارم. بذار ببینم. تو که گفتی چیزی نداری، پس این چیه؟ مصرف شخصی آبه. میدونم آبه، ولی چرا تو چمدون شماست؟ اگه نمیبینی کشور دچار کم آبیه، تو این خشکسالی چرا آب مملکت رو میبرین اون ور آخه؟ همین شمایید که زاینده رود و دریاچه ارومیه رو خشک کردین دیگه. برو آقا، برو بذارش تو اون سبده، دوباره بیا تو صف. 2 قطره آب مونده، اونم میخواد ببره اون ور با خودش. بعدی. ناخونگیر، موچین، تیزی، ریزی، تنباکو، توتون، الکل، سرگل، دلار، یورو. الو داداش کجا؟ الو اون چیه کردی تو اون نایلون داری میبری؟ الو با شما؟ اوه اینم مصرف شخصیه؟ بله ببخشید حاج آقا. بله بفرمایید. خیر پیش حاج آقا. برگشتنی سوغاتی یاد نره ها. بعدی. ناخونگیر، موچین، تیزی، ریزی، تنباکو، توتون، الکل. اینا چیه؟ نفت رو کجا میبرین؟ حاج آقا اینا هم مصرف شخصیه؟ بله اگه خدا قبول کنه. مصرفتون خوبه ها. برو حاجی برو، فقط بپا کسی فندک نزنه که خودتون مصرف شخصیتون و هواپیما رو یه جا با هم دیگه. یا حضرت فیل. این چیه؟ ناخونگیر، موچین، تیزی، ریزی، تنباکو، توتون، الکل، سرگل. آقا دکل رو کجا میبرین؟ الو آقا کجا؟ اینم مصرف شخصیه؟ توش خالیه یا با گازش دارین میبرین؟ الو. ناخونگیر، موچین، تیزی، ریزی، تنباکو، توتون، دلار یا هواپیما، بوینگ. اینم مصرف شخصیه؟ آقا وایسا دقیقه. ناخونگیر، موچین، تیزی، ریزی، تنباکو، توتون، الکل، سرگل، دلار، یورو، طلا، نقره. داداش اینم مصرف شخصیه؟ جدا؟ باشه دیگه برو خیر پیش. آقا این دیگه انصافا مصرف شخصی نداره که؟ داره؟